بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. شب قدر کی است؟ بسیاری از انسانها از روی جاهلی و از روی بی‌علمی و بی‌سوادی در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در فیسبوک میگویند که هر شب قدر است اگر قدر بدانی. بعضیا دیگر روایت و فتواهای غلط میدهند از روی نادانی. انشاءالله که برای شما روشن میکنیم که کدام شبها احتمال شب قدر بودن را دارد. اولا شب قدر در 10 آخر ماه مبارک رمضان جایگیر است و از نظر ما البته که پنهان است. این هم به حکمت الهی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا انزلناه فی لیلة القدر. الله ذوالجلال می فرماید که بیشک ما فرود آوردیم قرآن را در شب قدر. یعنی شب قدر شب است که قرآن عظیم الشأن از لوح المحفوظ به آسمان دنیا نازل شد در این یک شب و یکی از خصوصیت های این شب همین است. و شب قدر معنای قدر همین است که تقدیر بنده ها، البته که تقدیر خصوصی، تقدیر یک ساله از لوح المحفوظ به دست ملائکه ها سپاریده می شود. یعنی در این شب تا شب قدر سال آینده اجل انسان ها که در روی خط ملائکه ها جایگیر می شود، که قبض روح می شود، جانش یعنی گرفته می شود از جانب ملائکه های قبض روح، در اون روی خط داخل می شوند. از امسال از این شب شروع کرده تا شب قدر سال آینده و رزق انسان ها و دیگر بعضی از امورهای دنیوی تقسیم کرده می شود به ملائکه هایی که وظیفه دار هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند جستجو کنید شما شب قدر را در شبهای طاق از 10 آخر ماه مبارک رمضان و اگر از روی تنبلی یا که ضعف اراده شما سستی کردید پس 7 آخر را انتخاب کنید. یعنی روز 24 رمضان شب 25 و روز 26 شب 27 و روز 28 شب 29 ماه مبارک رمضان. امروز که روز پنجشنبه بود و روز 21 ماه مبارک رمضان بود، موافق به 14 ماه می 2020 سال. این روز 21 بود، شب 22 بود. این شب قدر نیست البته، اما فردا روز جمعه تاریخ 15 ماه می موافق می شود به احتمال بودن یکی از شبهای قدر. یعنی احتمال دارد که شب قدر فردا روز جمعه شب 23 باشد و یا احتمال دارد که روز یکشنبه 17 ماه می شب 25 باشد و احتمال دارد که روز 19 ماه می موافق به 26 ماه مبارک رمضان که احتمالاً که شب قدر در همین شب باشد، شب 27 و یا تاریخ 21 ماه می موافق به 28 ماه مبارک رمضان که این شبش شب 29 می شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر مسلمانی که شب قدر از روی ایمان داشتن، باور داشتن و از روی اینکه الله روز قیامت برای این عبادت ها اجر و پاداش عطا میکند، قیام کند تا صبح، یعنی عبادت بکند، نماز بخواند، ذکر کند، استغفار طلب کند، صلوات بفرستد، گناه های گذشته وی بخشیده می شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. هر چقدر که میتونید به دوستان بفرستید تا اینکه از ثواب این شب محروم نمانند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.